رفهای بعضی از مغازه‌ها در روسیه خالی ماندند. ساکنان یک هفته باز از غیب زدن نان و آرد، آبهای شیشگی و دیگر محصولات از بعضی فروشگاه‌ها شکایت دارند. در این باره یک عده نشریه‌ها خبر داده ولادیمیرسکی نووست ذکر کرده است که کمبود محصولات بعد از رفتن عمومی مهاجران به وجود آمد. نشریه مذکور از جمله نگاشته است چنین مشکلات در شبکه سوپرمارکت‌های معروف پیاتروچکا به مشاهده می‌رسد. روزنامه‌نگاران میگویند که رفهای این مغازه‌ها در ولایت‌های ولادیمیر، ایوانوو، کاستروما و یاروسلاو خالی هستند. تلگرام کانال میش وضع را بر ریدهای اخیر علیه مهاجران ربط داد که به نارسایی حدود 1000 کارگر در مرکز تقسیمات باعث شده است. در شرکت X5 گروپ که صاحب شبکه مغازه هاست نیز تصدیق کردند که در مرکز تقسیمات نیروی کاری نمی رسد. یکی از کارمندان شبکه به خبرنگاران گفته است رهبریت همه مهاجران به حجت را از کار رانده است. پیشتر ریاست کارهای داخلی ولایت یاروسلاو خبر داده بود که در ماه ایول نیروهای امنیتی در مؤسسه های سودای یکلخت و چکنه عملیات انجام دادند. در پی سنجش‌ها آنها بیش از 40 مورد نقض قانونگذاری مهاجرت را آشکار کردند. اما رهبریت شبکه مغازه‌ها در شرح خود به خبرنگاران گفته است که نرسیدن کارگران یک مشکلی موسمی است. عین زمان در مرکز تقسیمات ولایت یاروسلاو کمبود موسمی قوه کاری مشاهده می شود که با عامل‌های بازار بیرونی از جمله رفتن مهاجران کاری به وطنشان وابسته است. برای حل این گونه مسئله ها ما از منطقه های همسایه روسیه که در آنجا با کادرها مشکلات وجود ندارد ذخیره های علاوگی مهنتی را جلب میکنیم. پیش آمدن کمبود نیروی کاری در منطقه های روسیه در حال است که بنا به اطلاع خدمات فدرالی اجراچیان سعودی در نیم سال جاری از قلمرو این کشور تقریباً 40,000 شهروند خارجی برای نقض قاعده های مهاجرت رانده شدند. در این نهاد یادرس شدند که مهاجران بی‌حجت یا غیر قانونی، شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند را بر اساس قرار دادگاه مجبوری از روسیه میرانند. اما قانونی که روز 23 ایول قبول شد اکنون به ماموران پلیس هم اجازه میدهد که به حکم دادگاه و در مدت 2 شبانه روز مهاجر را از روسیه اخراج کنند.